من جون میگیره تو این هوا. آقا رجب گوجه سبزه؟ فرخ عکس بگیر. آقا رجب پرتقال. فرخ پرتقال. خدایا میمیرم برات. خره ووش ووش ووش. تو چقدر نازی. وای بو عطرشو نگاه کن. بی نظیره شگفت انگیزه. خدای شکرت. پرنده ها پشه مگه. آقا رجب دیواره. فرخ عکس. فرخ اینا بیافته. میگم فرخ بیا اینجا زمین بگیر. آقا رجب پوسیدیم به خدا تو اون چهار دیواری. من همینقدر بسمه. فرخ کنتور آب و برق و گازم بهمون خودشون میدن. آقا رجب سبزه. این چوبه. خدایا میمیرم برات. فرخ کدوه. حسنا من بچه نمیخوام. من همینو میخوام. آقا رجب این بچه من باشه. الان ناها ساعت چنده؟ بابا 4 با ساعت 12 تازه صبحونه خوردیم. آقا رجب اینو میتونم ببرم تا تهران خراب نمیشه؟ آقا رجب میتونم ببرم خراب نمیشه؟ تا تهران میتونم ببرم خراب نمیشه؟ تا تهران ببرم خراب نمیشه؟ وای چه کردین آقا رجب؟ فرخ لبنیات ارگانیک. کره محلی. فرخ کره بخور. بعد از اینکه شیر مادر رو خورد دیگه هیچ فرورده لبنی نخورده. اینقدر بهتون اعتماد داره آقا رجب. باید بیا رجی. آقا رجی باید بیا. میبینی طعمشو؟ بهشت. اینجا بهشته دیگه. اینو میتونم ببرم تا تهران خراب نمیشه؟ رجی جون. آقا رجب فرخ ناهار رو بردم برامون. وای به به. قرمه سبزی آره. آها میرزا قاسمیه. قابلمه مسی که مامان پوران داد. نه این مال شماست. من که نمیخوامش. من نمیبرمش. آقا ببرم تا تهران خراب میشه. خراب نمیشه. فرخ من میخوام میرزا قاسمی رو با ترش اکس هم بخورم. آقا رجی اینجا همه چی ارگانیکه ولی ترش اکس که نداریم. ترش اکس اولین نوشیدنی گازدار با طعم ترش در بازار ایرانه. 4 تا طعم داره. توکیو، مسکو، پاتایا، مکزیکو. ترش اکس الان تو شمال میچسبه. رجی جون حتما نوشیدنی های ترش اکس رو امتحان کن.